айси бира худаш майдаак аст нас офарин мағз зада метавон мекунам بسیار ناز حسن آفرین یک کس چقدر عرصه بین المللی ده آبروی ملت دولت چقدر بلند میکنه یا منیژه را بینید همه را سرگردان کرده است یوروی دینی همه را سرگردان کرده است بسیاری ها یک دخترک تاجیک دیده نمیتونه آفرین حسن دستری کرده کن باشه احسن برای اون که در تمام حالات از تاجیکیت خودش دست نمیگه من تاجیکم در تاجیکستان تولد شدم در تاجیکستان تربیت یافتم های امروز شهروندی روسیه هستم چی حقیقت چه گفته است آفرین یک نفر میتواند وای کند لیکن یک سخن ناجا دولت را یک خانه را میتواند با آتش سوزاند توفا کجا است کجا است همجا توفا میگیری چی را دوست می‌داری توفا میگیری میشکا دختری ماده یک توفا بیار ما یک ساعت مرا آغوش کردی شعرم کن بسیار دختره که علی پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت فرارسی ماه شریف رمضان. هموطنان عزیز، فردا ماه شریف رمضان فرا می‌رسد. با این مناسبت کل ساکنان کشور را تبریک گفته به همه آنها نور ایمان و معرفت، خیر و برکت و تمام خوشی‌های زندگی را آرزو می‌نمایم. ماه شریف رمضان در برابر روزه‌داری ماه آزادگی روح و ایمانداری و تقوا به شما رفته وجود انسان را از حسن ادب و معرفت آراسته می‌گرداند. در این ماه مسلمان کامل فروتنی و شکست نفسی را پیشه کرده خشم و غضب را از خود دور می‌سازد و قلبش را به مکان مهر و محبت تبدیل داده بیشتر به عمل خیر و ثواب دست می‌زند و به نزدیکان و پیوندان، همسایه ها و درماندگان کمک رسانیده مشکل آنها را آسان می‌گرداند. تاجیکان این فریضه های دین مبین اسلام را تا به امروز ادامه داده با پرهیزگاری، طاعت و عبادت، خیر و سخاوت، نیکی و نکوکاری، احترام پدر و مادر و خویشاوندان و کلانسالان شهرت پیدا کردند. ما فریضه های این ماه مبارک را امسال در ایام آمادگی به جشن بزرگ ملی یعنی 30 سالگی استقلال دولتی عملی می سازیم. این رویداد تاریخی یعنی استقلال و آزادی برای هر یک شهروند کشور مایه افتخار و سعادت به شمار می رود، زیرا آن چراغ ضیابخش راه امروز و آینده مردم ما می باشد. با شرافت صاحب استقلالی ما در جاده بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی با قدم‌های استوار پیش می رویم و باور داریم که با عزم و تلاش صادقانه مردم شریف کشور روند آبادکاری و سازندگی را وسعت بیشتر بخشیده در آینده نزدیکترین وطن محبوبمان را به یک ملک زیبا و پیشرفته مبدل می‌گردانیم. واقعاً از دیدگاه دین مبین اسلام محبت به خلق و وطن از گوشه ایمان است و حفظ کردن و آباد نمودن آن فرض مقدس و وظیفه ایمانی به شمار می رود. همچنین یکی از فضیلت‌های دین مبین اسلام پاکی و تازگی می باشد. در ماه شریف رمضان هر یک شخص
باید برای پاکی جسم و روح به خاطر تازه و آزاده نگاه داشتن خانه و کاشانه و محل زیستی خود سعی و کوشش نماید. زیرا آبادانی کوچه و محل زیست از زمانهای قدیم خصلت مردم زحمت‌دوست و آزاده و آزادی پرست ما می باشد. بخصوص امروزها که فصل بهار است، ما باید از هر وقت بیشتر کار کنیم، روزی خود و اهل خاندانمان را با زحمت حلال مهیا نماییم و در حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور سهم مناسب گذاریم. در اساس تاکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، شخصانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت میکنند، کسبشان به تامین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحه‌های صنعت و استحصالات وزنین مشغول می باشند، روزه‌داری برای آنها باعث دشواری و مشقت می گردد. از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازه داده شده است و آنها می توانند در وقت مساعد دیگر روزه خود را انجام دهند. سلامتی ثروت بی‌بها و عمر نعمت بزرگترین برای هر یک انسان می باشد و هر یک فرد سالم فکر باید به قدر آنها رسد. سال 2021 با تمام علامت‌هایش و طبق تحلیل و پیشگویی‌های کارشناسان از سالهای گذشته فرقی کلی دارد. بر اثر تغییریابی اقلیم، کم آبی و خشکسالی، بیماری‌های گوناگون سریعتی از جمله کووید 19، وضع تأمینات اهالی سیاره با مواد غذایی روز به روز مرکب و پیچیده گردیده ایستاده است. در نتیجه بالاروی نرخ‌ها و کمچینی آذوقه‌واری، علاقه اهالی 20 کشور دنیا در حالت گرسنگی و فقر و قشاقی قرار دارد. در چنین شرایط ما باید تمام سعی و تلاش و ذخیره و امکانیت‌ها را برای هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و ذخیره آن سفربر سازیم. خصوصاً که رمضان امساله و موسم اوج کشت و کار و گذاشتن زمینه برای حاصل راست آمده است، ما باید پیش از همه در فکر استحصال محصولات، تأمینات اهل عائله خود و ذخیره مواد غذایی باشیم و مشکلاتی در دنیا با وجود آمده را هزل نشماریم. همچنین فراموش نباید کرد که ماه شریف رمضان ماه احسان و نکوکاری و خیرات و صدقات می باشد. یعنی شخصانی که امکان مالیوی مساعد دارند می توانند به خاطر صاحب ثواب گردیدن علل خصوص در ماه رمضان به یتیمان و معیوبان و عائله های کم بضاعت و نیازمندان دست خیر و سخاوت دراز کنند. هدیه و پاداش هر یک انسان از همت او وابسته می باشد، زیرا همت بلند داشتن و به نیازمندان دست سخا دراز نمودن طبق تعلیمات اسلام حتما مورد احسان خداوند بخشاینده قرار می گیرد.